بچه حالتون چطوره؟ امروز قراره به دوستام زنگ بزنم، هر چی اونا بگم باید انجام بدم. پس برو بریم. جانم. سلام، خوبی؟ چطوری؟ سلام، مرسی. خوبی؟ مرسی. میگم بله. من قراره یه چالشی انجام بدم. بعد حالا تو قراره به من حالا یه چیزی سخت بگی که من انجامش بدم. یه چیز سخت؟ خب یه پوکو بردار خام با فلفل قرمز روش. فلفلی وسط چی میگه؟ تخم؟ وای خدا. با فلفل قرمز روش بخور. چشم. حتما. باشی که قربانه. فعلا خدا. خدا. خب بریم که تخم مرغ خام با فلفل قرمز رو بخوریم. تخم مرغمون آماده شد. فلفلم ریختیم توش. بعد حالا یه ذره هم بزنیم. حالا نوش جان بکنیم ما. خب حالا نوش جان بکنیم. خب من برم دستشویی بیام. 1,000 years later. 2 hours later. الو سلام، خوبی؟ چطوری؟ سلام، چیکار مرسی. تو می‌کنی؟ خوبی؟ مرسی. کجایی؟ خونه ای؟ ببین من دارم ویدیو میگیرم. خب بعد تو قراره که به من یه چیزی بگی که سخت باشه، چالشه سخت باشه و من اونو انجام بدم. یعنی عین جرأت حقیقت یه چیزی آره بگم؟ انگار مثلا جرأت دیگه. اوکی. خب زنگ بزن به اکست. What؟ تو که با هم بک بزنیم. باورت میشه اکس ندارم؟ خب به یکی که اصلا شمارشو داری به مزاحم مثلا سر کارش تلفن‌ها بذار، بگو مثلا زنگ بزن، بگو به هم بک بزنیم. بک بزنیم. پس باشه بیا. حالا هر کی باشه. باشه پسر دیگه، پسر. آره. پسر. میخوام ببینم ویدیوشو. باشه باشه دیگه فعلا. باشه فدات شم. خداحافظ. خداحافظ. خب بریم به مزاحم تلفنی یا زنگ بزنیم چی میگه. خدا من چیکار کنم؟ نه اکس دارم نه ایکس دارم نه ریل دارم. به کی زنگ بزنم من؟ برای فلسفی این پیشواز بعد از اتمام آهنگ عدد 8 را وارد کنید. درگیر عشق شدم، تو که خواب و خیال شبانی غیر همه چیز رو زدم، واسه این که الان تو بهانی هرچی دانی از به کنار، تو تموم چیزی که میخوانی. وقتی به من سیر نمیشم، چشم از تو سیر نمیشم، رویه چند در حال حاضر مشترک Komm tanzen. Ich will nicht. Komm trinken. Ich will nicht. پاسخ کنید. اوکی. لطفاً بله. خب بچه هنوزم که هنوزه اون تخم مرغ از سرش مونده. به خدا معده درد گرفتم. تخم مرغ بخوریم. تجربه خوبی بود. جدی میفرمایی؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ بله. سلام، خوبی؟ چطوری؟ سلام، مرسی. تو خوبی؟ مرسی. من قراره یه چالش انجام بدم. بعد اینکه شما یه چیز سخت میگی من انجام بدم. یعنی هرچی بگم انجام میدی؟ آره.
زنگ بزن به یکی از همسایه‌هاتون اگه شماره‌شو داری. خب بعد بهشون بگو که این صدای جیغ بچه‌ای که من میشنوم و ما میشنویم شما هم میشنویم. چی یه بار دیگه؟ زنگ بزن به یکی از همسایه‌هاتون. خب بعد بهشون بگو که این صدای جیغ بچه‌ای که ما میشنویم شما هم میشنویم. صدای جیغ بچه‌ای که ما میشنویم شما هم میشنوین؟ آره. آه. میگم بترسنش. باشه. باشه دیگه. ایشالله که فوشت نمیدن. ایشالله. باشه. خداستم. باشه دیگه فعلا. قربونت. خدافظ. خب شماره همسایه از کجا بیارم؟ تو گوشی بابام ایتا. برم شماره همسایه ها رو بردارم. الو سلام. الو. سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ چطوری؟ السا تویی؟ آره منم. گوشی ها یه لحظه بده مامانت. باش. از زن خدا. بله. الو سلام خوب هستی؟ سلام. حالا چطوره؟ مرسی. خاله صدای بچه‌ای که شما میشنوین صدای بچه‌ای که ما میشنویم شما هم میشنوین؟ ببینم. نه. نمیشنوین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سامان نمدیرن. به خدا صدای بچه میاد نمیشنوین شما؟ نه اصلا. جدی؟ از کجا میاد؟ نه نمیشنوین؟ هم سرمشم بزیا. سرمشم. باشه یه چالش بود دیگه. ها؟ چالش بود. چالش بود؟ آره خب پس بیایدیم بیاده سانش میایدیم. نه ما نمیشنیدیم. باشه. اینم پایان چالشمون. ممنون تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگه میبینمتون.